تو خیلی از حرفه‌ها مهاجرت یه امر طبیعی به حساب میاد. تو دنیای بازیگری هم سوپر استارهایی هستند که به بهانه‌های مختلفی از ایران رفتن. آخرین بازیگری که میخوام معرفی کنم ثروتمندترین بازیگر زن ایرانه و یکی از بهترین بازیگرهای زن در سینمای هالیووده. پس از جا تکون نخور و تا آخر ویدیو رو ببین. شماره 10 ریحانه پارسا. ریحانه پارسا رو میشه به یه ستاره‌ای تشبیه کرد که در ابتدا خیلی پرنور بود و درخشید، اما یکباره سقوط کرد و هیچ اثری از خودش باقی نگذاشت. اون با بازی در سریال پدر تونست به شهرت و محبوبیت زیادی برسه. ریحانه در اوج معروفیت خودش از ایران رفت ترکیه و با تمام دردسرها و فراز و نشیب‌هایی که داشت حالا شده یه شهروند معمولی که شاید هیچ رد و نشونی از هنر در اون دیده نمیشه. شماره 9 مهناز افشار. داستان مهناز افشار تقریباً با همه کسایی که از ایران رفتن فرق داره. یه جورایی میشه گفت مهناز از ایران فرار کرد. اون که به خاطر صحبت‌ها و توهین‌هایی که به یه روحانی کرده بود و به خاطر فعالیت‌های همسرش در تنگنا بود و شایعه شده بود که به زودی ممنوع الخروج میشه، در یک تصمیم انتحاری همه و هر چی که تو این سالها رشته بود و پنبه کرد و دست دخترش رو گرفت و از ایران به آلمان مهاجرت کرد. شماره 8 شیلا خداداد. شیلا خداداد و همه با سریال مسافری از هند شناختن و بعد از این سریال خانوم راه 100 ساله رو یه شبه رفت و شد سوپر استار. چند سال بعد شیلا خداداد با یه پزشک معروف جراحی زیبایی به اسم فرزین سراکات ازدواج کرد و خیلی زود هم بچه دار شدن و هرچی از زندگی مشترک شیلا بیشتر میگذشت حضورش تو سینما و تلویزیون هم کمرنگتر شد، تا اینکه سرانجام همین چند ماه پیش دکتر فرزین خبر مهاجرت خانواده به دبی و داد و اعلام کرد که به همراه شیلا از ایران رفته. بازیگر خانم بعدی تو صفحه اینستاگرام و فضای مجازی خودش قوقایی به پا کرده، اما قبل از اینکه معرفی کنم میشه یه لایک به ویدیو بکوب. مرسی. شماره 7 روناک یونسی. روناک یونسی هم تقریبا هم نسل شیلا خداداده و مثل اون با تلویزیون معروف شد و بعد از چند حضور تو فیلم و سریال های مختلف که از قضا تو یکی از اونها هم با همسرش آشنا شد و با هم ازدواج کردن، تصمیم به مهاجرت گرفتن. روناک خانوم تو ایران خیلی حاشیه نداشت، اما از وقتی رفت کانادا و ساکن اونجا شد، حالا تو اینستاگرام و فضای مجازی هر از گاهی عکس و پست هایی رو منتشر میکنه که کاملا خارج از چارچوب کشور ماست. شماره 6 فلامک جنیدی. فلامک جنیدی خانوم بازیگریه که شاید هیچ وقت سوپر استار نبود، اما از اونجایی که پای ثابت طنزهای 90 شبیه مهران مدیری بود، تقریبا تا دهه 60 و 70 ها همه ایشون رو میشناسن، اما یک بار هیچ رد و نشونی از خانم بازیگر پیدا نشد و خبر رسید که فلامک ازدواج کرده و از ایران رفته. چند سال در سکوت گذشت تا اینکه یک باره عکسی از فلامک جنیدی و یه دوقلو در بغلش منتشر شد و خانم بازیگر در یک گفتگو اعلام کرد که با همسر و 2 فرزندش چند سالیه که لندن نشین شدن. شماره 5 زهرا امیر ابراهیمی. اون با بازی تو فیلم عنکبوت مقدس تونست بهترین بازیگر زن در جشنواره کن بشه. فیلم بی پرده منتصب به اون در شبکه‌های مجازی منتشر شد. تلویزیون هم تصمیم گرفت اون رو ممنوع تصویر کنه. اگه مسئله امیر ابراهیمی پیش نمی اومد، قطعا نرگس یکی از سریال‌هایی بود که شبکه‌های آی فیلم و تماشا بارها اون رو روی آنتن می‌بردن. همین الان هم بخش مهمی از درخواست مخاطبان از شبکه آی فیلم پخش دوباره نرگسه. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین، مورد آخری از همه جذاب‌تره، پس آخر ویدیو رو از دست ندین. شماره 4 شبنم طلوعی. شبنم طلوعی هنرپیشه، کارگردان و نمایشنامه‌نویس ایرانیه که بازیگری در تئاتر رو از سال 1373 آغاز کرد. اون در سال 1383 در پی ممنوع تصویر شدن از بازی در فیلم شبانه به کارگردانی امید بنکدار و کیوان علی محمدی که در اون نقش اصلی رو به عهده داشت و پس از اون محرومیت از همه فعالیت‌های هنری به دلیل گرایش‌های سیاسی و مذهبی ایران رو ترک کرد و از پایان سال 1383 در پاریس فرانسه زندگی میکنه. شماره 3 چکامه چمنماه. بازیگری شیرازی که به نظر میرسید میتونه بازیهایی از خودش ارائه بده که انتخابی برای فیلمسازانی که ترانه علی دوسی، گلشیفته فراهانی و پیگاه آهنگرانی رو کشف کرده بودن باشه، اما این اتفاق نیفتاد و گرچه بازیگر خوبی بود، اما شاید انتخاب‌های مناسب خودش نداشت. اون یکی از اولین بازیگرانی بود که در سریال‌های جیم تیوی بدون حجاب جلوی دوربین رفت و به حضور در این شبکه ماهواره‌ای بسیار امیدوار بود و تقریباً در پیشتر سریال‌ها و فیلم‌های اون نقش داشت. شماره 2 رابعه اسکویی.
رابعه اسکویی که به تازگی فعالیت دوباره خودش رو در ایران با صدای جنجالی گاندو دیدیم، یکی از بازیگران بسیار خوب سینما و تلویزیونه. وی از بازیگرانی بود که به شبکه ماهواره‌ای مستقر در استانبول جم پیوست، اما الان دوباره به ایران برگشته و فعالیتش رو دوباره شروع کرده. حالا شما بگین کدوم یکی از این 9 تا بازیگر خانومی که گفتم زیباتر و جذابتر از بقیه بودن؟ توی کامنت ویدیو بگین. و اما شماره 1 گلشیفته فراهانی، زاده 19 تیر 1362. اون فعالیت حرفه‌ای خودش رو با بازی در فیلم درخت گلابی سال 1376 آغاز کرد که برای اون برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن در جشنواره فیلم فجر شد. گلشیفته فراهانی رو باید یه جورایی پیش قراول خانومای بازیگری دونست که به سودای ادامه بازیگری و تبدیل شدن به یه ستاره بین‌المللی که از ایران مهاجرت کرد دونست. البته گلشیفته با تمام حواشی که داشت یه جورایی میشه گفت که به هدف خودش رسید و تونست به یه چهره شناخته شده در هالیوود تبدیل بشه. برای دیدن ویدیوهای پیشتر حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا به محض منتشر شدن ویدیوها باخبر بشین و حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.